شهروندان افغانستان که مقیم تاجیکستان هستند به سفارت این کشور در دوشنبه جمع آمدند تا به یاد مکتب بچگان قربان شده دعا کنند. آنها از حکومت افغانستان طلب کردند که مهاجمان پیدا و مجازات شوند. بدون شک حسب قوانین بین‌المللی حمله به مکتب دخترانه سیدالشهدا یک جنایت ضد بشری است و ما از سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا گروه جنایتکار طالبان را به خاطر ارتکاب این جنایتشان به محاکمه بکشند. شرکتداران این مراسم گروه طالبان را گناهکار حادثه می‌دانند، هرچند این گروه دست داشتنش در بمبگذاری را رد کرده بود. سفیر افغانستان هم انگشت اتهام را طرف طالبان می‌کند. در جریان هستیم که در چهارراه زنبق که به عنوان چهارراه پشتو ټولنه مشهور است، در اونجا اینا یک جنایت نابخشیدنی را انجام دادن. او وقت به گردن نگرفتن، او وقت اعتراف نکردند که این جنایت را ما انجام دادیم، ولی در وقت رهایی اون جانیان جنایتکار اولین لیستی را که به دولت اسلامی افغانستان ارائه دادن اسمای اشخاص افراد بود. ما بر شما اطمینان میتم که در قبال این ترورها و این وحشتها هیچ کس دیگه جز طالبا و حامیان طالبان حضور دارد. طبق آخرین معلومات شمار قربانیان حادثه روز 8 می به 85 و تعداد مجروحان قریب به 180 نفر رسیده است. این حمله پرقربانی در شرایط صورت میگیرد که نیروهای آمریکایی بعد از 20 سال افغانستان را ترک میکنند. خروج نیروها از حال نگرانی‌های را در افغانستان و کشورهای منطقه به میان آورده است. ولی سفیر افغانستان باور دارد که طالبان نمیتوانند دیگر باره حکومت کابل را سقوط دهند. اینا میخواین که با این فشار دولت را زیر فشار بگیرن. اونا میخواین که با این فشار مردم افغانستان را چنین ذهنیت بدن که ما حکومت را سقوط داده میتونیم. وحشت ایجاد کردن، دهشت ایجاد کردن در پیروزی خود محاسبه میکنن این مسئله را. تا حال هیچ گروه بمبگذاری در منطقه دشت برچی کابل را به عهده نگرفته است، ولی آنچه شرکتداران این نشست و دیگر افغانها را نگران کرده است ادامه یافتن این حمله ها است. مولا رجب یوسف شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.